كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. كل نفس ذائقة الموت. هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. و شما هستیم با دومین قسمت از برنامه سفر آخرت. سفری که کاش میدونستیم کی شروع میشه و کاش میدونستیم که بعد از این خارج شدن، بعد از بیرون رفتن از دنیا، جای ما کجا خواهد بود. در برنامه گذشته درباره آیاتی از کلام الله مجید که به موضوع مرگ اشاره داشت اشاره‌ای کردیم و مروری داشتیم با هم بعضی از این آیات رو و ادامه این آیات رو در این برنامه با شما و همراه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری مرور خواهیم کرد. جناب مولانا ادامه آیات برنامه گذشته و صحبت ابتدایی شما با بینندگان است. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد، ما هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض و ادب و سلام و احترام دارم. الله سبحانه و تعالی این سفر بر سر همه ما و شما به خیر و به خوبی بگرداند. آمین. در جلسه گذشته ارتباط به آیات قرآن عظیم و شان و نمونتاً چند آیه اشاره کردیم. آیه اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و آیه حتی اذا جاء احد الموت قال رب ارجعون و آیات دیگری. رسیدیم به آیه دیگر که در سوره سجده الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه و میفرماید قل بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الى ربکم ترجعون. بگو ای پیامبر برای انسانها، برای بشر، فرشته مرگی که بر شما گماشته شده، تعیین شده، وکل بکم، او وظیفه اینه که جان شما را بگیره. وقتی او جان را گرفت ثم الی ربکم ترجعون، شما برگردانده میشوید به سوی پروردگار خویش. در این آیه مبارکه هم مسئله ملک الموت و مسئله قبض روح و اینکه انسان روزی به این زندگی پایان میدهد، با این زندگی دنیا به سمت الله برمیگرد، سوی الله سبحانه و تعالی. چه روزی خواهد بود اون روز؟ آن روز اگر انسان دارای اعمال نیک و اعمال شایسته باشه، آن لحظه‌ای که ارجع الی ربک بشه واقعا لذت بخش و تأثیرات خاص خوردار. ولی اگر خدای نخواسته و نعوذ بالله من ذالک نفس خبیثه باشه، خیلی حالت سخت و خطرناکی خواهد داشت. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب اشاره میکنه قل بگو لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت. هرگیز به شما سودی نمیبخشه
که شما فرار کنید از چنگ مرگ. فرار کرده نمیتوانید. هر کجا که بری مرگ به سراغ شما می آید. لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. اگر شما فرار کردید از چنگ موت و کشتن و اینها، اذا لا تمتعون، شما فایده نمیگیرید از این فرار خود. لا تمتعون الا قلیلا، مگر فایده اندکی. فایده اندک این که تو شاید لحظاتی خور فریب بدی که ما از فلان منطقه آمدم به فلان منطقه تا اینکه مرگ به سراغ من نیایه. از کشته شدن نجات پیدا کردم. از کشته شدن نجات پیدا کردم. و ما از فلان کشور به فلان کشور آمدم، از فلان قریه به فلان قریه آمدم. فقط همین فایده قلیلی که لحظات خودت با خود حرف میزنی، شاید لحظات اندک آرام بشی، ولی این هم به نفع تو و به سود تو انسان نیه. هرگیز قل بگو لن تأکیدیه، لن ینفعکم الفرار، هرگیز نفع نمیده برای شما فرار از مرگ. کجا میشه فرار کرد؟ کجا میتونی؟ کجا میری؟ این المفر. یک لحظه که انسان فکر بکنه. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی در سوره ملک اشاره میکنه تبارک الذی بیده الملک. وصف الله سبحانه و تعالی، او ذاتی که به ید اوست پادشاهی، و هو علی کل شیء قدیر، او ذاتیه که بر هر چیز توانایه. ادامه آیه می فرمایه الذی خلق الموت والحیات، او ذاتی که خالق موت و حیات اونه. اگر ما زنده ایم به قدرت اوست، اگر میمیریم به امر اوست، همه بالاخره به ید بلاکیف الله سبحانه و تعالی. در این آیه مبارکه ما رو متوجه می سازه که ای انسان، اگر بخواهی از مرگ فرار کنی، در این لحظه که تو زنده‌ای، از این قریه به این قریه و از این منطقه به این منطقه، از این شهر به این شهر، از این روستا به این روستا میری، خب این قدرت رو به تو کی داده که در روانی؟ ذات اقدس الهی داده. همیته که حیات تو به ید بلا کیف الله سبحانه و تعالی هست، موت هم از جانب الله می آید. هر جا بری زمین خداست، هر جا بری تحت نظاره پروردگاری، و هر قدمی برمی داری به اراده الله سبحانه و تعالی، به قدرت الله سبحانه و تعالی. و هر جا که بری در این تصور باید باشی که تو را حی قرار داده و زنده قرار داده الله. خب این زندگی الله به تو داده، موت هم از جانب الله سبحانه و تعالی به طرف تو می آید. الذی خلق الموت والحیات. به خاطر چی؟ مرگ و حیات به خاطر چیه؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. سبحان الله. برای ابتلایه، برای آزمایشه، تا این که نگاه بشه لیبلو ایکم احسن عملا، کدام یک با دستاویز بهترتری میایید. وقتی مرگ به سراغ شما آمد و این فرصت زندگی را الله سبحانه تعالی در خدمت قرار داد، روزی به این روشنی، شبی با این زیبایی، بالاخره لحظه به لحظه عمر انسان زیبایه. لحظه به لحظه عمر انسان میتونه که از این فرصت ها قبر زیبا بسازه،
حشر زیبا بسازه تا برسه به یک بهشت زیبایی. حتی وقتی ملک الموت به بالین می نشینه از این فرصت دنیا چنان بسازه که یک ملک زیبایی بیای از او پرسان بکنه. پس این فرصت که لیبلوکم ایکم احسن عملا. جالب هست که جناب مولانا در این آیه الله تعالی مرگ رو بر حیات مقدم دانسته. خلق الموت و الحیات. اول مرگ رو ذکر کرده، بعد زندگی رو ذکر کرده. در اینجا گفته شده، بسیار نکته زیبایی اشاره کردیم. بعضی از علما میفرمایند که لفظ قیل آمده، قیل گفته شده اذا لم تعرف الموت لم تعرف الحیات. گفته شده اگر انسان موت نشناخت، با مرگ آشنا نشد، حیات رو نمیشناسه. معنای زندگی رو هم نفهمه. معنای زندگی رو نمیفهمه، نمیدانه. باید اول انسان مرگ رو بشناسه، بفهمه که روزی این پیش رو هست و مرگ به سراغ من می آید، ملک الموت به بالین من می نشینه و من روزی، چون هر کدام ما و شما این جریان رو با چشم سر دیدیم، از پدر، از مادر، از اقارب، از خویشاوندان، از عزیزترین و نزدیکترین اقارب خود و از خویشاوندان خود دیدیم که این انسانی که تا دیروز چی زیبا حرف میزد، چی زیبا راه میرفت، چی زیبا خلاصه گشت و گذار داشت، چی زیبا، ولی امروز افتاده بدون تحرک. بدون تحرک. من به اینجی یک داستان، یک خاطره دارم. جناب استاد سلیمانی صاحب، بعضی وقتها انسان مرگ خیلی متوجه میسازه. یکی از اقارب و خویشاوندان فوت کرده بود. لحظه ای که من جوان، وقتی من جسد ایر دیدم، خصوصا او اشخاصی که میخواستن او جریان غسل و تکفین و تجهیز و اینها، و او غسالی که میخواست غسل بده، در او لحظه دست خود را به کیسه ای شخص کرد و از جیب ازی و از کیسه ازی کاغذها و به اصطلاح او اسناد و اوراق و مدارکی که بود بیرون کرد و دست یک بچه داد، گفت ای را به خانهش ببر. من به فکر افتادم، یا الله، شاید داخل اینها یک ورقی، اوراقی باشه که این هرگز نمیخواسته کسی واقف بشه و این هرگز نمیخواسته که کسی ببینه و این شاید رازی و اصراری به این اسناد و این اوراق باشه که این حتی نمیخواسته زنش، پسرش، اولادش واقف بشه، ولی امروز از جیب این شخص بیرون آورده میشه و این صدا خور نمیکشه و این چیزی نمیگه و این میره و این اسناد و این اوراق دست کی قرار خواهد گرفت و چی رازهای پنهان افشا خواهد شد و چی حرفهایی که این دوست داشت که کسی واقف نشه دیگران واقف کنند. اینقدر جناب استاد سلیمانی صاحب وقتی این قضیه دیدم، اگر چند سال همه در یک مدرسه و یک پوهنتونم شروع میکردم به تخصص شناختن مرگ درس میخواندم، شاید اینقدر تحولی که او لحظه به من ایجاد کرد شاید خیلی کم میتونستم از لابلای کتاب و تحقیق و بررسی و اینها به دست می آوردم. یک لحظه شما این مجسم بکنیم که
خود انسان، هر انسان موضوعات داره که کسی واقف نشه، اسراری داره که دوست اسراری نداره داره. کسی خبر بشه. من و حتی به اون لحظه من به یک موضوعی به فکر افتادم که چون پیسه‌ای که از جیب او کشیدن به همراه او کاغذ و اینها، ما گفتم سبحان الله، شاید که دیروز یک فقیر به این گفته باشه که بده در راه الله سبحانه و تعالی چیزی، من فقیرم، من مسکینم، و شاید او چیزی داده باشه و چیزی نداده باشه. ولی ما انسان ها قبل از این که به او صحنه وارد بشیم، قبل از این که به او حالتی که از کیسه ما او اوراق و او کاغذ و او پیسه و اینها بیرون بشه، از کل زندگی ما هست، بیاییم فکر سفر آخرت برداریم که در این سفر چی توشه برداشتیم و در این سفر چی چیز همراه داریم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اشاره میکنن که اگر کسی بدون توشه وارد قبر میشه، مثل اینه که شخص بدون کشتی وارد دریا بشه، وارد یک بحر بشه بدون کشتی. یعنی مثل این که بدون کشتی وارد شدن در بحر سخته و خطرناک، وارد خطرها و بالاخره تهدیدهای گوناگونی واقع میشه. بدون توشه آخرت، صدیق اکبر رضی الله عنه میفرمایند کسی وارد قبر بشه به هموت خطرهای گوناگونی، به وحشتهای عجیب و غریبی روبرو میشه. آیات دیگری که الله سبحانه و تعالی ارتباط به مرگ گفتیم که آیات زیاده، ولی آیات خیلی تکان دهنده. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله ومن یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. خلاصه ترجمهش اینه که ای مؤمنین، شما را هلاک نسازه مالهای شما، اولاد شما، و مانع ذکر الله سبحانه و تعالی اینا نشه. اگر محبت اولاد، محبت دنیا چنان شد که انسان از یاد خدا غافل شد، و من یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون، این انسان در زیانه، در خسرانه. ادامه میفرمایند و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. شما انفاق کنید در راه الله سبحانه. انفاق هم نفس عامیه. و عزیزی که سرمایه داره باید از سرمایه خود در راه الله سبحانه تعالی انفاق کنه. سرمایه پول و ثروت و دارایی الله بری از او داده. او انسانی که قدرت داره، انسان مسلمان باید قدرت خود را در راه الله انفاق کنه، از قدرت خود کار بگیره، دست ظالمین را سر مظلومین کوتاه بکنه. خلاصه او انسانی که علم داره، دانش داره، از علم و دانش خود باید انفاق بکنه. او انسانی که زور و قوت و بازو داره، دست یک ضعیف مظلوم رو بگیره از جا. و انفقوا مما رزقناکم. خب انفاق بشه من قبل ان یأتی احدکم الموت، پیش از این که مرگ میگه به سراغ شما آمد، شما فکر آخرت بردارید. شما پیش از این که ملک الموت به بالین شما نشست، پیش از این که این مرگی که ما میگیم ای به سراغ شما آمد، شما متوجه توشه، به فرموده صدیق اکبر، توشه قبر باشی. من قبل ان یأتی احدکم الموت. وقتی که موت آمد، این شخص چی میگه؟ فیقول ربی لولا اخرتنی الى اجل قریب. سبحان الله. ای الله، یک لحظه فرصت بده برای من که من برم انفاق بکنم، من برم غیبت فلانی کردم معذرت خواهی بکنم، من برم بالاخره حق فلانی رو خوردم از او حقی رو بپردازم، من برم بالاخره نماز نخوندم نماز بخوانم، روزه نگرفتم روزه بگیرم،
فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکن من الصالحین. کاری میکنم از جمله صالحین بشم، کاری میکنم از جمله متقیان و پرهیزگاران بشم، کاری میکنم که از جمله خلاصه انسانهای نیک و شایسته بشم. الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجله. هرگز تأخیر نمی شود، هرگز تأخیر نمی شود زمانی که او لحظه فراهم بشه. خیلی سخته، خیلی او لحظه، و او لحظه برای همه ما هم آمدنیه، برای همه انسان ها، برای فقیر، غنی، برای زن، مرد، برای خلاصه مسلمان، غیر مسلمان. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه فلولا اذا بلغت الحلقوم، آن هنگامی که نفس برسه به حلقوم، و انتم حینئذ تنظرون، و در اون لحظه شما نظارگر هستید و میبینید واقعاتی که رخ میده. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه اشاره به این داره که هنگامی که نفس به حلقوم برسه چی واقعیه؟ این آیه بیشتر تفسیر آیه سوره قیامه میکنه. کلا اذا بلغت التراقی، هنگامی که برسه او لحظه مرگ، لحظه جان دادن، لحظه بسیار سخت خطرناک. و قیل من راق، آیا کسی هست که مرا از این حالت نجات بده؟ آیا کسی هست؟ آیا کسی هست که به یک روقیه، به یک تعویزی، خلاصه به یک نوعی و قیل من راق؟ الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه کلا اذا بلغت التراقیه و قیل من راق و ظن انه الفراق. در قرآن عظیم الشان هر جا تعبیر ظن نمی آیه به یقین ترجمه میشه. یقین میدانه که لحظه لحظه فراق هست و یقین میدانه که لحظه لحظه جدایی هست. والتفت الساق بالساق، این لحظه اینقدر مشقته و سختی داره که پا را در پا میپیچانه. الله سبحانه و تعالی در این آیات ما انسان ها رو متوجه میسازه که این انسان ها این مراحل شما پیش رو دارید. این مراحلیه که بخواهی و نخواهی به سراغ شما آمدنیه، ولی فرصت دارید، وقت دارید، می توانید که این لحظات را به لحظات زیبایی، به لحظات خوشی، به لحظات تبدیل کنید که ملک با زیبایی بیایه شما را قبض روح کنه، شما به زیبایی وارد قبر بشید، به زیبایی وارد حشر بشید، به زیبایی خلاصه وارد جنت الفردوس شوید. به طور خلاصه و فشرده این آیاتی بود که من برای او عزیزی که صدای ما رو میشنوه، برای او عزیزی که هنوز فرصت داره، ای انسان خواب غفلت تا کی؟ هرگاه که از این جهانت ببرند، آن هنگامی که گفته میشه کلا اذا بلغت التراقی و قیل من راق، فرصت داری از خواب غفلت بیدار شو. کجا شد اون همه لذت ها، اون همه هواها، اون همه هوس ها؟
از آن لذتی که 1 ساعت پیش شما بردید از خواهشات نفسانی، نتیجه اون لذت را بیان کنید. خیلی سخته، والله سخته. آن هنگامی که انسان بگوید فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، و او وقت فرصت هم داده نشه و گفته بشه ولن یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خواهر، بی‌حجابی تا کی؟ برادر، به راه شیطان رفتن تا به کی؟ برای هوا و هوس تا به کی؟ تا چی وقت و زمان؟ آیا آن لحظه نرسیده که الم یعن للذین آمنوا؟ آیا نرسیده اون لحظه‌ای که دلها خشیت الله سبحانه و تعالی پیدا بشه؟ همه ما از دنیا می رویم و همه ما این لحظات را پیش رو داریم. جناب استاد سلیمانی صاحب، بحث واقعا انسان را می بره به سراغ او لحظاتی که ملک الموت به بالین انسان بنشینه و چی روح و چی آبرو خواهد بود. انشاءالله که الله تعالی لحظه رو برای ما و شما همه آسان بکنه. اگر با بینندگان عزیز صحبت آخرتون رو بفرمایید، انشاءالله بقیه موضوع در برنامه بعدی. صحبت آخر من اینه که قبل از این که مرگ به سراغ ما بیایه، همه ما فرصت توبه داریم و الله سبحانه و تعالی توبه نصور نصیب همه ما بگرداند. آمین. واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. بپرهیزید و به یاد داشته باشید اون روزی رو که در اون روز به سوی الله برمیگردید. به همه نفس ها کاملا پاداش اونها و یا جزای اونها به اونها داده خواهد شد و به کسی ظلم نخواهد گشت. تا برنامه بعد همه شما عزیزان رو به الله متمنیم.